تصادف یک اراده موتر فلانکوچ با یک موتر باربری در ولسوالی شیندند ولایت هرات جان 8 غیر نظامی را گرفت و 10 تن دیگر را مجروح ساخت. اقارب قربانیان این گونه حوادث را ناشی از بی‌احتیاطی دریوران در این مسیر می‌خوانند. همیشه ما میشنیم که مدیریت‌های درستی نمیشه به سیر رانندگی. همیشه همین شهرهای کابل قندار که بوده تصادفات زیادی داشته که سر و صدای زیادی هم بشیده، کشتارهای زیادی هم بوده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در این رویداد 8 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. حوادث مرگبار ترافیکی مایه نگرانی ما هم در سطح اداره محلی هست. ما بارها تقاضا کردیم که پلیس ترافیک در شهرها تقویت بشه، لوای مقرراتی که در این مسیر باید تطبیق بشه به گونه جدی گرفته شه. دفتر مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید در جریان سال جاری بیش از 100 تن در رویدادهای گوناگون ترافیکی جان دادند و حدود 5.5 هزار تن زخم برداشتند.